سلام دوست عزیز، امید که داره صحت کامل باشید. خوش آمدید به برنامه اول ولاگ فامیلی ما که قبل از ما یک ولاگ نشر کردیم دیروز، مگم نسبت به مشکلات ساوند که داشت و تصویرم با کیفیت نبود، ساوندم با کیفیت نبود. از او خاطر خواستیم که امروز براتون برنامه جدید با کیفیت، هم صدایش با کیفیت باشه و هم ساوندش با کیفیت باشه، براتون به نشر برسونیم. دیگه یه جان خودت معرفی کو با دوستان. سلام دوستای عزیز، امیدوارم در هر گوشه دنیا که باشین خوش و آرام باشه و لباس عافیت به تن داشته باشین. قسمی که آیشه جان گفت من یما مرخیل هستم دیگه. آیشه جانم خود معرفی نکرد برای دوستای عزیز، اما تو دایرکت گپ خودش رو کرد. ما عایشه هستم، عایشه عمرخیل. دیگه رایان جانم خودشم خودم معرفی میکنم. خود معرفی خلاصه میکنن. خودم معرفی کنم رایان جان. اول سلام بده طرف کامرا سایکو. سلام دوستای عزیز، برنامه ما خوش آمدید. من رایان هستم، بیادرم دایان ما رنگ خوش کردم. باز رنگ کردیم، باز در تاق موندیم. رنگکه خدا کده آمده. باز کارخانه تا کدی؟ نان تا خوردی؟ حالا آمدی با ساتری یا با شوخی؟ یا فلم میگیری؟ فیلم آمدیم. حالا اونجا نوبت بیادرش نوبتم بیادر میشه. خیلی بیا خود معرفی کو. دا خود تاپه چیز بیا جا دیگه بشین اینو میره بگی خیر صورت برو. سلام دوستای عزیز، به برنامه ما خوش آمد. سلام دوستای عزیز، به برنامه خوش آمد. من دایانم، بیادر عمر رایان عمرخه، پدر یمای عمرخه، مادر عایشه عمرخه. آفرین. کلا گیر از یک سر به ما معرفی که چند سال هستی دایان جان؟ من 5 سال هستم، بیادرم هم 5 سال هستم. نه دستکای خودم در کدام جای رفته آبی کده، من که در کجا رفته آبی کده معلوم نیست. دیگه آیشه جان ما که بگی قسمت که دوستای عزیز آیشه جان برتان گفت که ما از بسیار وقت پیش تصمیم داشتیم که ولاگ بگیریم. من خب شخصا خودم نه آیشه جان از زمانی که ما در ترکیه بودیم فکر کنم تقریبا 5 سال 4 سال پیش دیگه ما در حدود 5 سال در ترکیه تیر کردیم. یک 4 سال هم میشه که افغانستان آمدیم. عین در دورانی که ما در ترکیه بودیم آیشه جان شوق و میدیا داشت، در بعض جایا هم ویدیوهای خود پست میکرد. خب پرایوت همیشه برنامه نمنداختم، خب پرسونال ولاگ شخصی نبود، پرایوت نبود. خب من داختم یگان تا در بینش یگان ویدیوهای گیمینگ می بود، در بینش یعنی آهنگ می بود، چیزا می بود دیگه. یگان تا که در بینش از خودم می بود دیگه. همیشه ویدیو خود به نشر نمی رساندم. علاقه داشتم اما هیچ وقت تا 100% فوکس سر یک تارگت نکرده بودم که یعنی بتونم در عرصه میدیا خودم همیشه پشت صحنه باشم و گپ بزنم روی صحنه. دیگه بالاخره بعد از تقریبا 2 سال بعد تصمیم گرفتیم که بیایم در ولاگ، که پارسال با یک چند روز ور آمدم که باز کم مشکلات پیش شد و مریض شدم. روی در چینل مدیا جان سمیر صدیقی را شاید بشناسید که شوهرشان است دیگه. در او چینل یک چند روز امرای مدیا جان همکاری داشتیم. بعد از اون میخواستم چینل خود بزنم، باز بعض مشکلات پیدا شد که رویم یک ذره بخار کرد که یک گپ است که با نمیگیرد. هر گپ که میشه باز او را دیگه ما با نمیگرفتم. باز بعد از او سینوزیت گرفتیم، چشمایم پوندید. باز دیگه پیش خود خیلی جگرخون بودم، میگفتم خیلی نمیشه دیگه نکده دیگه. بعد از یک سال قبلم شروع کردیم، خوب پر انرژی شروع کردیم، خوبم یعنی علاقمند پیدا کردم. شاید زیاد دوستان مرا بشناسن، شاید بعضی از تیک تاک، بعضی هم از ویدیوی مدیا جان دیگه. بعضیتون که نمیشناسین انشالله آستا امرای ماشنایی پیدا میکنین. اساس فامیل ما را میشناسید. ما 4 نفرک هستیم. نه نام خدا فامیل ما کلان است. فامیل آیشه جانشان هم دوگانگی هستن. نه در ولاگ 4 نفر هستیم. در فامیل کلان هستیم. آیشه جانشان هم یک خواهرک دوگانگی دارن که فعلا در افغانستان موجود نیست، در امریکا هستن و یک تا برادرک داره. فامیل ما نام خدا کلان است. ما 5 همشیره دارم و 3 تا برادر هستیم دیگه. در حدود 8 نفر همراه پدر و مادر. پدر ما خدا بیامرزش پارسال فوت کرد و فعلا 10 نفر بودیم، فعلا 9 نفر شدیم. 9 نفر شدیم. یک فامیله که خرد هستیم فعلا، چون که
مسئله میدیا کسی که از بزرگ در میدیا آوردن نمیتونه. از این خاطر دیگه ما کم زحمت هم کار داره اما جان میدیا، بخاطر که بعضی یعنی مثلا میفهمن که اگه در میدیا بیایم یکی خو مسئولیت های دگام زیادتر میشه و خصوصا بخش ادیتش و ویدیو گرفتنش، پست کردنش، اپلود کردنش و به کارهای خانه و همه چیز رسیدگی کم وقت دیر است دیگه. رایان جان هم خورد هستن دیگه، سال اول مکتبشان هم از مکتب خانه آمادگی دیگه صنف نرسری و از این خاطر بر از یام باید کرد، از یام در درسایشان ما کوشش کنیم. در ضمن از او کاربار و غیره که داریم رسیدگی نمیشه. واقعیت هر چی که آدم تلاش میکنه رسیدگی نمیشه دیگه. بازم ما کوشش میکنیم که بهترین ویدیوها رو براتون جور کنیم دیگه. مثل که یک دوست ما بر ما چند شب پیش بود زنگ زد گفت در افغانستان هیچ تو یوتیوبر نیست که مثلا از طبیعت ویدیو بگیره، بره مثلا از جای دور جای زیبای افغانستان. مسافرای ما که دیگه فعلا خودشان که دلتنگ خارج از میشن، کشور هستن، دلتنگ میشن، خوش دارن همیشه از جایی که زیاد گشتن و از جایی که خاطره دارن، همیشه مردم یعنی امو قسمت به تصویر بکشه و خاطراتشان تازه شوه و به جای از که مثلا آدم در گوشه بشینه، امو بهتر است که بگردی همه جای نشان بدی. نه ما شما یک مقدار گفتگو هم داشته باشیم. ما آدمای چکری هستیم. ما در ترکیه هم که زندگی کردیم، در حدود فکر کنم 11 ولایتش ما گشتیم. با وجود اینکه کارم میکردیم، باز ترکیه خوب بود که رخصتی‌ها بریم برای زیام میتم. کسایی که در ترکیه بودن رخصتی‌ها میفهمن که مثلا در عید قربان یا عید روزه رخصتی‌ها بسیار زیاد است. مثلا در عید قربان در حدود 9 روز رخصتی میتن. در عید روزه فکر کنم چند روز است؟ 5 روز است فکر کنم. نه 5 روز رخصتی میتن دیگه. در رخصتی‌ها ما کوشش میکردیم که هر جای بریم چکر بریم دیگه. 11 ولایتش گشتیم. در افغانستان تا حالا قدر نگشتیم. ان شاءالله همراه شما یک جای ولایت‌های بیشتر هم می‌بینیم، جای بیشتر هم می‌بینیم دیگه. بعضی جایی که قابل دیدن است میریم می‌بینیم ان شاءالله. عایشه جان فکر کنم که شخ شده بود، شیشته شخ شده بود. یک دفعه خیستن. زهیر هستم. زهیر است. زهیر در جوانی زهیر شده. رایان هم تشنه شده بودن از بسیار وقت پیش دیگه که میگفتن برای ما او بیگوی باز روانشان کردیم که او بخورن پس میایم دیگه بخیر دیگه. این اولین ولاگ ماست. کوشش میکنیم که آینده بهترین ولاگا رو براتون به نشر برسانیم. و نگفته نمانه اولادای ما نمره شده رایان داریم دیگه. قرار است به خاطر از او یک کیک بگیریم دیگه. نمیشه یک نفر اگه استعداد می داشته باشه استعدادش نادیده بگیری، باید تشویق شوه. چرا که آمادگی صرف آمادگیشون در سن کس آدم بازم نرسری یعنی نرسری عادی نیست که مثلا تنها چند کلمه باشه یا الف BTC باشه. کلمه منظورم از کلمه قرآن کریم که اون نیست. بر علاوه از او که الحمد چقدر یعنی سخت است، سوره فاتحه او را مکمل یاد گرفتن و بدون از او کلمه ها جمله بندی همه چیز یعنی در نرسریشان است که کم درس از سخت‌تر است. مثلا پشتو به طفل که 5 سال سن داشته باشه کم سخت می باشه دیگه. بازم این بیچاره خود دمو سیستم عیار کردن. از 7 صبح که میرن درس میخوانن تقریبا 1:10 خانه میان که خانه که میان دستی دیگه کتابا و کتابچه خودم میکشن، همون دیگه هم کارخانگی خودم میکنن، نان میخرن، باز بعد از 1.5 ساعت نان میخرن، باز بعد از او تا ساعت 4-5 بجه از اینکه کارخانگیشان زیاد میباشه دیگه کارخانگی خودم داشته میکنن. دنجان از پشت کمره ایسو بیا. دیگه بازم یعنی به یک طفل که مثلا قدر خورد است بسیار فشار میاثرش و دل زده میشه. نه یک فشار میگه علاقه داشته، علاقه دارن. سالگی علاقه به فشار از سر طفل بازم کتابچه یا داشتن بسیار رسانه. در اینجا بعضی وقتا تا 11-12 بجه شب هم 6 درس خوندن یعنی نمیشه بگیم که مثلا نظر به خودم خود ما درس میخونیم خب اندازه از این قدر زیاد نه. بازم طفل بسیار خورده است. حتی بعضی وقتا رنجان تا 11 بجه شب میشینه بعد از درس میگه خیلی درسم خلاص اینا رنگه رو بده. باز رنگه رو گرفت که تو رنگام درسای خودم داشته میکنم. باز میگه مادر سرم درد گرفت، مادر چشم سوخت گرفت دیگه. از خاطر میگم یک مقدار فشار میباشه در روی طفل. نه خب صرف آمادگی است، نمی اساس تادابش است. باید از این از حال که یاد بگیره کل چیزا باز دگاش برش آسان‌تر میشه. جنگ اندازی هم در صنف نرسری به این بسیار خورده. جان باز نکرد کس تو خیر ما میایم دیگه. دوستا فکر کنم که رایان جان هم خسته شدن از این خاطر ما رو طرف خود کش میکنن. امیدوار هستم که ویدیو مورد پسندتان بشه. کار تا بیرون ببریم یک چکر. باز
برنامه بعدی ما را 100% بیننده باشین دوستا، ما را حمایت کنین. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتان نره. سیب ششتگیز بابا چشتی؟ ترانه یک سیب تا نمیخونی؟ بیاک که ترانگک سیبت یک خدافزی کو. اول ترانگک سیبت بخوان که سیبت هم نشان بید. سیب است میوه شیرین مرا نخور ناشسته روی مگس نشست اول بشوی بعد قد دوم بخور بالیزد. آمد سیب آمد. بیا تو هم ترانه یک سیب تا نمیخوای پدر؟ بیا سیب دوم. من سیب هستم میوه شیرین مرا نخور ناشسته روی مگس نشسته اول بشوی بعد دوم بخور بالیزد. آفرین. این بادی لنگویج گپ میزنه دیگه، همراه دستای خود گپ میزنه. یگان دفعه قاشم میگه مادر چرا تکدی؟ ما ترا نگفته بودم که نکنی. آه یگان دفعه سرمام قار میشه دیگه. دایان جان دیگه چی بگیم تا دایان دایان جان کجا ببرمت؟ آله عزیزه کجا؟ پارک شهر؟ تو کجا میری؟ پاک زازای پارک کجا؟ زازای پارک زازای. پارک زازه مادر تا نمیمانه خیره؟ نشون نتی نقه گازه. پارک زازه مادر تا نمیمانه خیره؟ مادر چی کنه خیر؟ من در بیرون استاد می باشم یا برن ساتیری کنن دوستا دیگه. چی میگن؟ مرسالاریز خیر است گپ نیست. مشکل نیست خیر است. چیز دیگه میگه اندو هم خدا داره؟ خیر است اندو هم خدا داره مشکل نیست. دیگه نگفته نمانه که حمایتتان به حمایتتان احتیاج داریم. ما را همراهی کنید به ما انرژی مثبت بدین که بتونیم با چی میگن تشویق شویم ویدیوهای خوبتر و بهتر بسازیم ویدیوهای عالی‌تر بسازیم براتون. دیگه فعلا وقت ویدیوم پوره شده. یک چکر راه دانه تا بیرو ببرم که کیک سالگیری خود خوش کنم که بتونیم به فردا براتون برنامه چی میگن اول نمرگیشانه براتون چیز کنم به نشر برسانیم که وام یک ذره آمادگی کار داره شاید فردا نشه یک روز وقت میگیره دیگه. امیدوار هستم که دوستای ما از این ویدیو ما خسته نشن و ویدیوهای ما را بیننده باشن. خیر از کم به تجربه هستیم دیگه. نظر به ویدیوهای اول بازم بسیار خوب پیش آمدیم. من فکر میکنم شاید بعضی کمی کاستی داشته باشه، بعضی پرگویی، بعضی اضافه گویی، بعضی گپایی که باید گفته شود یا بعضی گپایی که نباید گفته شود را گفته باشیم. مشکل نیست عادت بزرگواریتون ببخشید. مشکل نیست عادت میکنیم و این اولین ولاگ ماست که مت وقتی که مجبور شدیم مت ساکت بشینیم دیگه ولاگ مت نمی باشه. این وقتی که معرفی چینل و معرفی فامیلی ما بود دیگه ببرم یارم یک چکر بیرو ببرم براش عوام بگیرم. باز بخیر هستیم دوستای عزیز. فعلا وقتتان خوش دیگه. تک تک خدافظی میکنیم. خدافظی کرو انجام. خدافظ. خدافظ چی؟ خدافظ دوستای عزیز. ما را چی باشین؟ ما را ببینن نبینن. ما را ببینیم. آفرین. خدافظ دوستای عزیز. خدافظ دوستای عزیز ما را ببینیم. در کجا ببینید تا؟ چی کنه تو انگلیسی بگو لایک سابسکرایب تا؟ لایک سابسکرایب. لایک سابسکرایب. زیادش رفت اگر خوب صحیح یاد داره. قسم که شجان برتان گفت هر انسان یک کمی کاستی خود می داشته باشه. هیچ انسان کامل نیست. دان خسته شد. هیچ انسان کامل نیست. دیگه ویدیوی ما را بیننده باشین. بازم تکراری میشه. امیدوارم که از ویدیوی ما خسته نشده باشین. وقتتان خوش در هر گوشه دنیا هستین. خوش آرام و موفق سربلند باشین. خداحافظ. خداحافظ. بای بای.